سلام دوستان، خوش آمدید به کانالی پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه با شما یک نمود شیرینی انیقترش کیکس با کفیر را با راه آسان و کم خرج تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 100 گرم مارگارین، 100 گرم شکر، 2 تا تخم، 130 گرم کفیر، 100 گرم مویز، وانیلین و 10 گرم رزرخلیتل، نمک و حتما 230 گرم آرد لازم است. ما در اول تخم را با شکر لط میزنیم. لط زدیم. ما اکنون 130 گرم کفیر و مساله را آب کردم می اندازیم. ما اکنون آرد را همراه می کنیم. 230 گرم آرد. در شما چینک نباشد می توانید با این گونه استکان چین کنید. ما آرد را انداخته وانیلین، رزرخلیتل و کمتر نمک می پاشیم. شما حتما رزرخلیتل را با آرد همراه کرده اندازید تا که شیرینی های ما با صفت تیار شوند. ما اکنون همه اینها را همراه می کنیم. ما اکنون به مویزمان یک قاشق آرد همراه کرده و درون خمیرمان می اندازیم تا که مویزها در یک جا جمع نشوند. خمیر ما تیار شد. اکنون ما خمیرمان را به قالبچه های مخصوص می گیریم. از سبب قالب های من ریزینی هست، من آنها را روغن نمی کنم. از آن شما دیگرگون باشند حتما آنها را روغن کنید. ما اکنون خمیرمان را به قالب ها می اندازیم. ما آن را پر نمی کنیم. ما همه خمیرمان را به قالب ها می گیریم. شما مویز چماق نداشته باشید، حتما به چماق و مویز هم کیکس های ما با لذت تیار می شوند. ما خمیرمان را به قالبچه ها گرفتیم. اکنون آن را در تفتان در حرارت 180 گرادوس به مدت 25-30 دقیقه میپزیم. من این گونه کیکس های ما هم تیار شد. ما اکنون آنها را از قالب میگیریم. چگونه دیدید کیکس های ما هم ملایم، زیبا و با لذت تیار شدند. شما هم می توانید به نزدیکان خود تیار کنید و به کانال ما پادپیساتسیا کردن را فراموش نکنید و یار و دوستان را دعوت کنید تا که از ویدیوهای نوبتی ما بیخبر نمانید. خیر تا دفعه آینده در پناه خدا باشید.